ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این بادر مدد خواهی، چراغ دل برافروزی برافروزی. چو گل گر خاری داری، خدا را صرف عشرت کن، که قارون را ضررها داد سودای زراندوزی زراندوزی. به صحرا رو که از نامم غبار غم بیفشانی، به گلزاران که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. جدا شد یار شیرینت، جدا شد یار شیرینت، کنون تنها نشینشم، که حکم آسمانی است. اگر سازی اگر سوزی. می دارم چو جان صافی، می دارم چو جان صافی، صوفی می کند عیبش خدایا هیچ عاقل را، خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بر روزی، خدایا هیچ
هیچ آب مبادا بسم الله الرحمن الرحیم. عید سعید نوروز رو خدمت همه تبریک عرض میکنم. انشاءالله سالیان جدید رو به خوبی و خوشی بگذرونیم، به طوری که اون رسم قدیم که میگفتن 100 سال به این سالها، ما بتونیم بگیم، باز هم بگیم 100 سال به این سالها، نگوییم 100 سال به از این سالها. این مسئله اینه که می‌نویسن هر روزتون نوروز بود، نوروزتون پیروز بود. انشاءالله در عمل همینجور بشه. این دعای ما خدا از همه جهت بپذیر. البته در سطح بالاتر برای چشمهای بازتر فرمودن که حضرت صادق فرموده است که عید اون نیست که لباس نو بپوشید فلان اینا، بلکه عید آن است که لباس تقوا بپوشید و از گذشته‌تون ایمن باشید. حالا این عبارت عیناً نیست که من بگم فرمایش حضرت معانیش همین است. البته ما در اون سطح نیستیم که معنای این رو درک کنیم. میفهمیم معنایشو، از لحاظ ادبی لغاتشو میدونیم، ولی درک کنیم معنایشو. هر روز به از روز پیش باشه. در این که فرمایشات ائمه هست، فرمایشاتی که فرمودن که بدا به حال کسی که 2 روزش مثل هم باشه. دیگه چه بسا محتاج به گفتن نبود، چه بسا بدا به حال کسی که امروزش بدتر از دیروز باشه. ولی حضرت فرمودن که امروزت 2 روزت پهلو هم باشه، یعنی تکون نخوری، در محلی که هستی باشی. این البته برای ما تازه یک مرحله توفیقه، برای که ما هر روز که میگذره بیشتر وابسته به دنیا میشیم. دنیا هم نه این که فرض کنیم وابسته به دنیا اینه که کاسبی نکنیم، زراعت نکنیم، چیز نکنیم، نه، بلکه دیدمون بازتر بشه که امروز که زراعت میکنیم دست خودمون رو میبینیم، فردا که زراعت میکنیم این
ذره کوچک گندم رو ببینیم که خداوند برای ما فرستاده و شکرشو بگیم. روز سوم اون فکری که این کار رو داره میکنه. روز چهارم همینجور روز به روز دیدمون قوی تر بشه. کارمون همونه چه بسا بیشترم فعالیت میکنیم ولی دیدمون بیشتر میشه. انشاءالله این باشه. اولین شرطی که برای ما لازم رعایتش توجه بهش لازمه، چون خداوند بشر رو اجتماعی آفریده، باید به صورت اجتماع زندگی کنه. اجتماع یعنی چه؟ اجتماع این نیست که چند نفر باشن با هم، فرض کنید در اتاق انتظار طبیب یا در انتظار به اصطلاح دوش خصوصی که عده‌ای می‌نشینن، ممکنه چندین ساعت هم با هم باشن. اسم این اجتماع نیست. هر کدوم راه جداگونه‌ای دارن. اجتماع آنش که افرادی که در آن هستند همه احساس کنند که به یکدیگر احتیاج دارند، احساس کنند که خداوند اونها را آفریده که غیر از اون نیازهای خودشون رو که دنبالش میرن، دنبال رفع نیاز دیگران هم باشند. غیر از اون که وقتی فرزند خودشون ناراحت شد و غیر از اون چیزی که برای فرزند خودشون میخوان، برای فرزندان ندیدهشون، یعنی برای فرزندان همسایه و چیز هم همونه بخوان. این اجتماعه، یعنی محبت. این که فرمودن هل الدین الا المحبت، دین چیزی نیست جز همین محبت. وقتی این حال محبت در همه بود، اون وقت اینها میتوانند قوانینی بگذارونن. در این قوانین، در این مقرراتی که هست، چون بر اساس محبت هست، هیچ کس بدون با اراده خود اونا رو نقض نمیکنه، همه رعایت میکنن. جنگ در چنین جامعه‌ای معنی ندارد. جنگ برای این است که کسی چیزی که دیگری داره میخواد بگیره، یا چیزی که مال خودشه میبینه دیگری گرفتن میخواد پس بگیره. حالا این چیز هرچی باشه، قدرت باشه، ریاست باشه، ایجاد جنگ میکنه. مسائل مادی باشه، ایجاد جنگ میکنه. ولی جامعه، اساس جامعه بر این است که جنگ نباشه و با هم در حال صلح زندگی کنند.
و در اینجا از اول خلقت، از وقتی که این نزاعها در جامعه بشری پیدا شده، همیشه یه رگه محبت الهی موجب بوده است که عده‌ای از همون اول فریاد بزنن که آقا بشر بر